سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو یوتیوب. امروز اومدیم با سالار تیبا 2 دستی بکشیم. دوست دارم نماز، دوست دارم روزه. داستان از این قراره که من داخل یوتیوب ویدیوهای بنیامین رو اول یاد گرفتم که چطوری دستی بکشی، چون قبلا هیچ سابقه ای از دستی کشیدن نداشتم. یاد گرفتم با تلاش خیلی مستمر، یعنی کلا 2 دقیقه 1 دقیقه سرهم کردم رفت. فیت خوردم، زنگ زدم اون رفیقم که از همه تره، از همه بیشتر از همه، و رفتیم و سوارش کردم و اینا. امتحانی تو کوچه‌شون که یخ زده بود همون اوایل دستی کشیدم. اینجا نماد بخوره. پشمام دیدی؟ مثل ماست به یه ماسه میزنیم چرت چی بگو به ماسه بحثلا چی میخوای کف صندوق بکنی. چه حالی دار، چه حالی گفتم اینجا میگیره. گفتم اینو تو جدول ماشین اینجوری گفتم آه چه حالی میده، چه مزه‌ای هم میداد آقا خدایی. اینجا مطمئنی؟ الان میام کینون چقدر ماشین میلرزه. خلاصه‌شو بخوام بگم چطوری باید انجامش بدی، اینی که یکم فرمان یهویی میگیری اینور، یهویی میپیچونی، دستی هم ترمز دستی هم میکشی بالا باش همزمان. از ترمزم آنچنان استفاده میکنی مگه اینکه دیگه خیلی اوضاع خراب شد. چطور؟ عالی، خیلی مزه میده دوست. گیر کردیم تو یخ. گاز بده. بله. برو آف. ماشاءالله. من اینجوری از رو عادت ترمز استفاده میکنم و این خرابش کرده و تو سرعت کم هم استفاده میکنم. شیت کم مونده بود. بزن نرو ریدم بزن. کجا وایسادم؟ دقیقاً کنار جوب وایسه پسر راننده. چقدر داشتی میزدیم. آقا چرا من گواهینامه یاد نمیدی من برم گواهینامه بگیرم؟ مالپاق میشکن. وایس برو. خب ریدی لنتا داغ کرد دوست عزیز. آقا متاسفانه ما اینجا گیر کردیم. ترمز ABS چراغ روشن شد، نمیدونم چرا، دلیلش چیه. و قراره با تیبا دستی بکشیم و ریدیم. من اصلا قراره پیچم برم اون، اصلا نمیدونم چرا. وقتی با تیبا این از قدرت. برو جلو. نه اینجا نه. میره که آماده شه. تلاش اول ریت. تلاش دوم این دفعه نشد. لعنتی خیلی سخته یکم. وقتی میخوای ماشین رو بفروشی وایس اومان یه روز قبل از فروختن ماشین اینا که نمیفته تو تنظیماتش. بابا فروشنده میاد ویدیو یوتیوب ما رو ببینه، یعنی داداش از کجا معلوم فنت نباشه؟ فنم نمیخوام ماشین بخره. برو بکش الان. نگاه کن ببین جونه جیت. برو یه بار لاستیک بگیرم. جون مایه میذاریم برای ویدیو گرفتن. چه حسی داری؟ حس خیلی آدرنالین الان ترشح شده. هیجانی داره. اصلا فکر نمی‌کردم با ماشین بشه همچین تفریحی کرد. جلو راه نگرفتی به نظرت؟ حاجی منم میخوام بکشم. به منم میدی عمو؟ عمو به منم میدی؟ آره. ماشین داره میاد. شیر پسر باشه. داره تو کن. بیا دستی رو ببین چی زد. پسر ببین چی زد. برو عالی. آره بله داشم داره میگه که چیکار نکنه. اصلا ببین وقتی بیای بکشی خودش میاد. حالا یه بار دیگه. داشم تیبا بردار. حالا اینجا یه بار دیگه بکش. بیا تو بشی. بیا بلدی؟ خدای من برو دور بزن. بیا ماشین میاد. محمد مهدی واقعا رانندگیش بهتر از رفیقای دیگه‌مه. البته امیدوارم گند نزنه توی یه نقطه. سلطان تیبا
برو داداش ماشاءالله ما داعشی. خوب بود برو یه بار دیگه بیا. کونمون میخواد دوستان تو این هوای برفی. حاجی چقدر لیزه پشما. سلام علیکم. نظرت چیه؟ عالی کاکو اصلا آفرود بابا کی رو میانه توی هایلوکسیه کاکو. حاجی این یه نقطه خیلی یخ و لیزه مزه میده. دوستان ماشین به قیمت عالی، صفر، طوفان، یک، سلطان تعویض بازار مایم. نه تعویضی میگن؟ چه؟ تعویضی میگن؟ سلطان تعویض اتاق مایم. یک. آقا مسخره نمیکنم عشق مایم، ولی یکی از تو اینستا اینجوری میگه، اینجوری تبلیغ میکنه بدون نقطه، بدون خش، به شرط کارشناسی. اصلا ببین کدوم ماشین رو دیدی؟ اصلا آپشن رو عشق کن. آپشن برفاکن عقب داره دنا نداره. نگاه کن چینی، ما اصلا ایرانی کار نمی‌کنیم. عرفان میگه 2 ساعت دیگه بریم بیرون. عرفان کی؟ خدایی خیلی حال داد و امیدوارم که بعد از ظهر دوباره دوستان بیان و بریم دوباره بیرون و من دستی بکشم. از اونجا ما رفتیم قلیان کشیدن. بک گرند کار قلیان با طعم پرتقال خامه رو سلیچی برند پرتقال خامه، طعم پرتقال خامه، سری قلیان خوشبو کننده با طعم نمیدونم چی. اینم با پر کنم راستی کرانچی که متی نخورده. بنوز اینجا برو بیرون. بریم قلیان رو حاضر کنیم بیایم. حال میکنی ها؟ عالی. ما به هزار بدبختی زغال را چیز کردیم، زل کردیم و با محمد متی داریم میریم که چیز کنیم، قلیان بکشیم. آقا ما موفق نشدیم زغال رو چیز کنیم. انشالله یه ساعت دیگه. و کل کوچه رو بنده بستم با یه ترمز دستی خیلی چقدر مزه میده. کاش من BMW داشتم هر روز دستی البته با BMW باب دستیه. من رفتم بچه ها رو رسوندم و اینا و این وضعیت کوچه هاست و بدبختی دارم اینجا رو میرم بالا. و یه نکته ای که باید بگم بهتون این که من هر جا که میاد دیگه من دستی میکشم. یعنی قلقش حالا بنیامین بهم یاد داد که چجوریه. اینجا البته گیر میکنه اما سرپایینی بیشتر مزه میده. قلقش بنیامین بهم یاد داد چجوریه و هر جا میاد من دارم دستی میکشم. واقعا مزه میده و مردم اینجوری زل میزنن پشماشون میریزه. ببین در آمریکا و خیلی از کشورها داره سرو مشروبات الکلی الزامی است و دارن میخورن. قربان کجای کاری؟ الزامی. من حداقل میخوام بگم 10 تا استادیوم جهان رو خودم رفتم، 30-40 تا استادیوم جهان رو بر حسب وظیفه‌ام مسئولیت داشتم رفتم. نمیخورن اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایید؟ بله. اینا رو از کجا ما در آوردیم؟